وصیت‌نامه کجاست؟ یا اصلا وصیت‌نامه وجود داره؟ دست حاج آقا محبیه. خب باید خونده شه. ببینیم تکلیف شرکت چیه؟ تکلیفی چی؟ تکلیف شرکت؟ شنیدم. چه تکلیفی؟ شرکت تا حالا بزرگ کوچیکی بوده. حرف اون خدا بیامرز حجت بود. حالا چی؟ سهم ما چی میشه؟ تو سهم میخوای؟ سهم میخوای؟ بشین. این چه حرفیه پسرمو؟ هر حال همه ما تو شرکت سهم داریم. این همه سند و امضا دادیم. تو بیشتر از لیاقتت برداشتی. خفه خون میگیری یا نه؟ بشین. بس کنید این حرفا رو، به خدا زشته. این نمیدونه از کجا اومده. تو بعد تو همون دهات میمودی بیل میزدی. ناصر پیش من که هرچی هست میمونه تا بفهمیم چیکاره ایم. مگه دست توه؟ آره دست منه. پول نروژی هم دست منه. تو حسابم تو دبی. حساب کتابای کیش و دبی هم بستم. پول اونا هم پیش منم میمونه تا تکلیف روشن شه. نه تکلیف من، تکلیف همه. سودابه! بله؟ پالتوم